قصه حضرت موسی و خارکش. یک روز حضرت موسی برای مناجات به کوه طور می رفت. یک خارکش فقیر راهش را گرفت و گفت: یا موسی، امروز وقتی مناجاتت تمام شد به خدا بگو نظر به ما هم بکند، شاید از این همه زحمت خلاصی پیدا کنیم. حضرت موسی قبول کرد و رفت به کوه طور و مناجاتش را کرد و عصر که برمیگشت، همین که به پیرمرد خارکش رسید، دید ای داد بیداد که فراموش کرده پیغام خارکش را به خدا نرسانیده است. خارکش پیشش آمد و پرسید: یا موسی، پیغام من را رساندی؟ حضرت موسی تسبیح دستش را که خیلی قیمتی بود داد به خارکش و گفت: این تسبیح را بفروش و خرج کن تا ببینیم خدا چی میخواهد. آن مرد خیلی خوشحال شد و آمد به بازار که تسبیح را بفروشد. اتفاقاً داروغباشی از درون بازار می رفت و همین که چشمش به تسبیح افتاد، نگاه به لباسی پاره پاره خارکش کرد و گفت: زود بگو ببینم این مالکی؟ حتما تو این تسبیح را دزدیده ای. البته این تسبیح باید مال دست حاکم باشد. فوری تسبیح را از دست خارکش گرفت. تا خارکش خواست اعتراض کند، داروغباشی به داروغه ها گفت: زود این مردک را دارید. پیرمرد دید که حاضر او را زندان میکنند، آبرویش هم میرود. این بود که پا گذاشت به فرار. از بین کوچه و پس کوچه ها خودش را رساند به خانه. حال و احوال را برای زنش نقل کرد. زنش گفت: غصه نخور، خدا کریم است، شاید این قسمت ما نبود. فردا صبح که باز موسی به کوه طور می رفت، خارکش گفت: یا موسی، تسبیح دیروزت را داروغه از من گرفت و کم مانده بود زندانی هم بشوم. امروز بعد از مناجات به خدا بگو که نظر به حال ما بکند. حضرت موسی قبول کرد، رفت. اتفاقاً باز هم حضرت موسی از یاد برآورد و عصر که برگشته ایستاده بود، همین که نزدیک خارکش رسید، به یادش زد که پیغام خارکش را فراموش کرده است. این بود که یک کیسه طلا به خارکش داد و گفت: بیا این کیسه طلا را خرج کن تا ببینیم خدا چی میخواهد. خارکش خیلی خرسند شد و پشتاره خارش را برداشت و به طرف شهر روانه شد. در بین راه دست به خاک نشستن خواست، خار را به زمین گذاشت و کیسه طلا را هم گذاشت روی پشتاره خار. وقتی که به این کار مشغول بود، یک زاغ الا از هوا پر زد و کیسه را به نولش گرفت و رفت. باز خارکش با چشم گریان و دل بریان آمد خانه و شرح حالش را به زنش گفت. زنش خیلی به او دلداری داد و گفت: غصه نخور، هرچی خدا بخواهد همان می شود. فردا صبح حضرت موسی به کوه طور می رفت. خارکش گفت: یا موسی، کیسه طلا را هم دیروز زاغ الا برد. امروز به خدا بگو نظر به حال ما بکند، شاید از این بدبختی نجات یابیم. آن روز دیگر حضرت موسی فراموش نکرد. بعد از مناجات ماجرای 2 روز پیش را گفت و پیغام خارکش را به خدا رساند. از آن طرف ندا آمد که: یا موسی، به این بنده ما بگو که از امروز یک شاهی به روزیش اضافه شد. عصر که حضرت موسی برمیگشت،
خارکش پیش راهش را گرفت و گفت یا موسی گفتی؟ حضرت موسی گفت راستش را گویم دیروز و پریروز از یادم رفته بود و آن تسبیح و کیسه طلا را از خودم دادم. امروز پیغام تو را رساندم. خدا گفت از امروز یک شاهی به روزیت اضافه خواهد کرد. خارکش خیلی خوشحال شد و پشتداره خارش را پشت کرد و به راه افتاد. وقتی آمد دمی دکانی که خارهایش را آنجا می فروخت، صاحب دکان گفت تو امروز هر پشتداره خار را از تو چند می خریدم؟ خارکش گفت 5 شاهی. صاحب دکان گفت خوب، از امروز به تو 6 شاهی پول می دهم. وقتی خارکش دید که یک شاهی از روزهای پیش زیادتر به دستش آمد، گفت این پول را 1 ماهی می خرم. 1 ماهی خرید و به خانه‌اش برد. زنی خارکش ماهی را برد که بپزد و بیارد. همین که توی شکم ماهی را تازه کرده استاده بود، یک شیشه به اندازه تخم مرغ از شکم ماهی پیدا کرد که از وی نور بیرون می آمد. فوری آمده شیشه را به شوهرش نشان داد. خارکش گفت ما که چراغ نداریم، حالا بعد از این به جای چراغ از این استفاده میکنیم. آنها خوراکی شامشان را خوردند و خوابیدند. از قضای روزگار همان شب تاجری که مال تجارتی حاکم را به شهر می آورد کمی دیرتر به دروازه شهر رسید و وقتی هم رسیده بود که دروازه شهر را بسته بودند. تاجر هرچی که از دروازه‌بان اصرار کرد که بابا این مال تجارتی مال حاکم است، من تاجر باشی این مملکت هستم، در را وا کن. دروازه‌بان به حرف او گوش نداد و گفت چاره دیگری نیست، من تا صبح نمیتوانم دروازه را باز کنم. تاجر مراجعت کرد و با یکی از نوکران گفت برو این طرف و آن طرف، ببین نان برای ما پیدا میکنی. نوکرش نگاه کرد، دید از دور یک روشنایی نمودار است. به طرف روشنایی آمد که همان منزل خارکش بود. در را زد. خارکش بیدار شد و گفت چی میخواهد؟ غلام گفت یک کمی نان، غذای چیزی بده تا برای اربابم ببرم. خارکش گفت برو بابا، خدا پدرت را بیامرزد، ما خودمان هم چیزی نداریم که بخوریم. نوکر برگشت و به اربابش گفت چیزی پیدا نکردم. تاجر گفت بگذار خودم بروم، شاید موفق شوم. آمد دری خانه خارکش و دری خانه او را زد. خارکش باز از خواب بیدار شد، در را باز کرد و گفت بابا چی کار داری؟ نصف شبی نمیگذاری بخوابیم؟ تاجر گفت آمده ایم تا قوت و غذای از تو بگیریم. خارکش گفت من کو گفتم چیزی ندارم. همان وقتی که آنها حرف می زدند چشم تاجر به شیشه افتاد که توی تاقچه اتاق خارکش بود. پرسید این چیست؟ خارکش گفت ما شبها به جای چراغ از این استفاده میبریم. تاجر پرسید آن را به من میفروشی؟ خارکش گفت نه. تاجر گفت من او را 100 تومان میخرم. خارکش خیال کرد که او را مسخره میکند. گفت میبخشید یا؟ گفت 1000 تومان. باز گفت میبخشید یا؟ گفت 10,000 تومان. خلاصه دردی سرطان ندهم، با یک پول کلان معامله خاتمه یافت. خارکش با خود فکر کرد که اگر این پول را من از این تاجر بگیرم، باز فردا 1000 حرف از پی این پیدا می شود. ممکن است بگویند که پولها را دزدیدی.
از این رو به تاجر گفت این معامله یک شرط هم دارد. آن شرط این است که فردا صبح که پولها را به من دادی به نزد حاکم می روی، مرا هم با خود می بری و می گویی که این پولها را به من دادی. تاجر قبول کرد و صبح با خارکش به طرف قصر حاکم روانه شدند. در بین راه تاجر به خود فکر کرد که اگر بگویم که پولها را برای خرید آن سنگ قیمت به این مرد دادم، ممکن که سنگ را هم از من طلب کنند. این بود که وقتی به حضور حاکم رسید گفت من برادری داشتم که سالها از حالش بیخبر بودم تا دیشب که آن را در این شهر پیدا کردم و حالا آوردمش اینجا که او را با شما شناس کنم و ضمناً سرمایه زیاده هم در اختیارش گذاشتم تا به کار مشغول بشود. حاکم به خارکش نگاه کرد، دید جوانی خوشقد و بالا و دلیر به نظر می نماید. این بود که گفت اصلا لازم نیست کار کند، همینجا در دربار من باشد و به کارهای من یاری دهد. فوری دستور داد خارکش را به حمام بردند و لباسی قشنگ و آراسته به تنش کردند. خارکش هم در همان شهر در نزدیکی منزل حاکم یک خانه بزرگ خرید و اسباب خانه را خیلی مفصل درست کرد و روزها در منزل حاکم به کارهای مردم رسیدگی می کرد. یک روز که در باغ حکومتی مشغول قدم زدن بود، دید داروغه باشی از دور پیدا شد و آن تسبیحی که یک روز به زور از خودش گرفته بود و گفته بود که مال دستی حاکم است، توی دستی خود داروغه است، فوری صدایش کرد و گفت مردک پدر لعنت، تو مگر نگفتی که این تسبیح مال دستی حاکم است؟ حالا توی دستی خودت چی کار میکند؟ داروغ باشی به دست و پای خارکش افتاد. ای امان، غلط کردم، بیا تسبیح خودت را بگیر و مرا ببخش. خارکش تسبیح را گرفت و داروغه را اجازت برفتن داد. اتفاقاً 2-3 روز بعد حاکم به خارکش گفت شبها از صدای این زاغان علا مرا خواب نمی برد. چند تا از این درختهای باغ را که لانه زاغ علا دارند بگو ببرند. خارکش فوراً دستور داد یک اره آوردند و شروع کردند به بریدن درختها که یک باره همان کیسه طلایی که زاغ علا از روی پشتاره خارش برده بود از بالای درخت افتاد پایین. خارکش خیلی خوشحال شد، این کیسه را برداشت. خلاصه روز به روز کار خارکش بهتر می شد. حالا بیا و ببین چه داو و دستگاه راه انداخته بود. مدتی گذشت، همان تاجری که برای حاکم مال تجارتی می آورد با مقداری مالی زیاده که از همیشه بیشتر بود به شهر وارد شد. خارکش به خود گفت ای بابا، این مرد به گردن من خیلی حق دارد. بد نیست اگر برای نهار او را به خانه خودم ببرم. تاجر را به منزل خود تکلیف کرد. وقتی سری نهار استاده بودند، شیطان تاجر را وسوسه کرد که بگذار کاری کنم که دل خارکش بسوزد. به خارکش گفت خبر داری آن چیزی را که من از تو خریدم سنگ شبچراغ بود و من آن را به چند میلیون فروختم. خارکش با بی‌اعتنایی گفت ای بابا، من روزی همان شبی که تو اینجا آمدی ماهی خریده بودم با یک شاهی و این سنگ را از توی شکم ماهی پیدا کرده بودم.
همین که خارکش این حرف را زد، تاجیر نعره زد و از هوش رفت. هر دوا و درمان کردند، فایده نکرد و تاجیر مرد. خبر به حاکم دادند که این مرد مرد و نه زنی دارد و نه بچه. این همه میراث او را چه کار کنیم؟ حاکم گفت مگر نمیدانید که خارکش برادری او بود؟ معلوم است که تمام دارایی او به برادرش میرسد. تمام اموال تاجیر را به اسم خارکش کردند و خارکش با ثروت زیادی که خدا نصیب هر کس بکند، سالهای سال با خوشی زندگی کرد. در همین جا قصه ما به سر رسید. زاغ علا به لانه‌اش نرسید.